نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در طاعت الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا به همراه شما خوبان و سروران در درسی دیگر از درس‌های قرآنی گرد هم بیاییم برای تلاوت بیشتر آیات کتابش و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش. در سوره مبارکه ممتحنه ادامه میدیم تلاوت آیات دیگری از این سوره مبارکه عظیم رو بعد از اینکه الله متعال در آیات ابتدایی مؤمنان رو منع کرد و نهی فرمود از دوستی با کفار و ملامت نمود که چرا به خاطر خویشاوندان و فرزندان و مصالح دنیوی خود قیامت خود رو نادیده میگیرید، در حالی که هیچ کدام از اینها در روز قیامت به درد شما نخواهد خورد. و یاد بگیرید از ابراهیم علیه السلام، آن انسان عظیم، فردی که به تنهایی یک امت بود، که چگونه او و همراهانش یارانش از قوم خود اعلان بیزاری کردند و براءت فقط به خاطر اینکه مشرک بودن و گفتن بین ما و شما تا ابد دشمنی و بغض و کینه خواهد بود مگر آنکه ایمان بیاورید و توکل کردن بر الله متعال و نترسیدن از آنکه تنها بمانند، به هجرت برن، غربت تحمل بکنن، آزمایش بشن، دچار ابتلا قرار بگیرن، توکل به الله کردند و فرمودن ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، خود را به تو سپردیم و بر تو اعتماد کردیم، بار الها یا رحمان یا رحیم یا عزیز و یا حکیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، و به سوی تو بازگشتیم، و الیک المصیر، توبه کردیم و بازگشت ما به سوی توست. فقط ما رو در دنیا بیشتر از آنچه که توان ماست آزمایش نکن. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا، ما رو ببخش بار الها، انک انت العزیز الحکیم، که تو بسیار عزیز و بسیار حکیم هستی. الله متعال فرمود برای شما در ابراهیم و کسانی که با او بودن الگوی نیکویی است. این الگو برای کسانی است که اعتقاد و باور دارند به روز قیامت و به الله متعال و به ملاقات الله متعال باور و یقین دارند. ابراهیمی باش تا در روز قیامت در کنار ابراهیم بایستیم و ابراهیم علیه السلام رو مشاهده بکنیم و به والله چقدر مشتاقیم برای زیارت آن چهره نازنین ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودند و همچنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دیگر انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین و مهمتر از همه دیدن وجه کریم ذات باری تعالی. الله متعال نصیب همه ما و شما بگرداند. در ادامه الله متعال در آیه 7 فرمود پس از آن که امر می‌فرماید که ولو خویشاوندان شما، فرزندان و عزیزان شما بودند، کسانی که مشرک و کافر شدن، نباید با اونها پیمان دوستی داشته باشید و محبت آنچنانی، اون محبت فطری بین دو طرفه عادی است. انسان ذاتاً دوست داره فرزندش رو، پدر و مادر و خواهران، برادران و عزیزانش رو، ولو اینکه کافر باشن. محبتی که نوح علیه السلام به فرزندش داشت و به همسرش داشت و محبت طبیعی است و تلاشی که ابراهیم علیه السلام برای پدرش داشت. و اما تا جایی که این در امور دین ما نقص ایجاد نکنه. الله متعال در ادامه می‌فرماید اما ناامید نشید، دعا بکنید
دعای هدایت برای اونها باشد که الله متعال اونها را هم هدایت بکنه. اگر کسی از خانواده شما هنوز در مسیر هدایت نیست، برای او دعا بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. باشد که الله متعال بین شما و بین آن کسانی که دشمنی کردید با آنها مودت بگذارد، دوستی بگذارد و الله متعال دوباره اونها رو به شما برگرداند. والله قدیر. الله متعال قادر است. الله متعال در هر لحظه اراده بکنه دنیا رو متحول خواهد کرد. والله غفور رحیم. الله بسیار بخشنده است، بسیار مهربان است، مهربانتر از اون چیزی که من تو تصورش رو بکنیم. برای الله متعال هیچ کاری سخت نیست. اگر دوست داری عزیز هدایت بشه و هدایت نشده، براش دعا کن. از الله متعال بخواد تا او رو هدایت بکنه. بگو بار الله ها، من این رو دوست داشتم و دوست دارم. او رو هدایتش بکن، اما حمایت نکن از کار شرکش، از کفرش، و سعی بکن که در رابطه خود با او محتاط باشی. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. در دشمنی با اطرافیان حواست باشه. زیاد دشمنی خودت رو پررنگ نکن، تیره نکن. شاید یک روزی دوستت شد، اون موقع روی برای دیدنش داشته باشی. اون موقع دیگه فرصتی برای بازگشت بگذار. در دشمنی های خودت هم مواظب باش. کسانی رو که با تو دشمنی میکنن تقسیم بندی بکن. اینجور نیست که همه مشرکین و همه کفار مثل هم باشن. اینجور هم نیست که حق نداشته باشی با اونها به خوبی رفتار بکنی. نه، به این معنا نیست که هر کافری، هر مشرک رو دیدی با او بد بکنی، ظلم بکنی، ستم بکنی، تجاوز بکنی. نه، این گونه نیست. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. الله تعالی شما رو نهی نمیکنه از کسانی که با شما نجنگیدن در دین، به خاطر دین با شما نجنگیدن، کاری به کار تو نداشته. کافر هست، بله، مشرک هست، اما اون در جنگ با تو داخل نشده. ولم یخرجوکم من دیارکم. اونها کمک هم نکردن به افرادی که به شما ظلم و ستم میکردن. کافر هست، اما ضررش به تو نرسیده، ضرری به تو و به مسلمان ها نرسونده. کارش رو داره، زندگیش رو داره. شما در اروپا زندگی میکنی، در آمریکا زندگی میکنی، در شرق و غرب دنیا هر جایی که زندگی میکنی همسایه کافری داری، همکار کافری داری، در فضای زندگی میکنی که کفار زیاد هستن. کافری است که آزارش به کسی نرسیده، نه به اسلام و نه به مسلمین کاری نداره. شما نیازی نیست که با این بد باشی، بد بکنی، تند خوب باشی. هیچ مانعی وجود نداره. الله تعالی شما رو نهی نمیکنه که از برخورد با همچین افراد شما ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اینکه اونها نیکی بکنی، با خوبی رفتار بکنی، احسان داشته باشی، حال احوالشون رو بپرسی، از احوالشون خبر بگیری، با مشکلاتشون رسیدگی بکنی، مشکلی داشتن مشکلشون رو برطرف بکنی، از دستت کاری برمیاد این رو برای اونها انجام بدی، کمکشون بکنی، راهنماییشون بکنی، حقوقشون رو رعایت بکنی و تقسطوا الیهم، در رفتار با اونها عدالت و انصاف رو رعایت بکنی. این یک واجب شرعی است برای همه. این یک واجب است که در رفتار با همه باید اینطور بود. باید با اون عادل باشی، صادق باشی، خیانت نکنی در رفتارت، در معاملت، در عهد و پیمانت، در امانت دارید، در همسایگی، در آنچه که مرتبط است به اخلاقهای حسن. همه اینها رو باید سر جای خودش نگه داری. این انسان ضرری به تو نداشت، ضرری به اسلام مسلمین نزده. دشمن الله متعال است و الله متعال به ما امر میکنه با او این گونه رفتار بکنیم. والله غفور رحیم. این است که ابتدای آیه، قبل از این که آیه شروع بشه فرمود والله غفور رحیم. الله بسیار مهربان است، بسیار غفور است. دلیلش هم اینه که دشمنان خودش رو، اون کسی که کافر است، مشرک و الله رو قبول نداره، به من تو امر میکنه اگر همسایی، همکاری، آشنایی از غیر مسلمان ها داری و به دشمنی با اسلام مسلمین کاری نداره، اصلا به اسلام مسلمین ضرری نزده، باید با اون خوب باشی، باید باش با انصاف و عدالت رفتار بکنی و با کرامت و با احترام با او رفتار بکنی. ان الله یحب المقسطین. الله متعال کسانی رو که عدالت میکنن، در رفتارشون عادل هستن، محسن هستن، به دیگران کمک میکنن، انصاف به خرج میدن، همیشه در تعاملشون با دیگران احتیاط به خرج میدن، حق کسی رو ضایع نکنن،
به کسی بی احترامی نکنن، توهین نکنن، اهانت نکنن، تحقیرشون نکنن، حقشون رو نخورن، حقشون رو رعایت بکنن. ان الله یحب المقسطین. الله متعال انسانهای عدالت پیشه، انسانهایی که عدالت پیشه میکنن، اینها رو دوست داره. این مانعی وجود نداره برای شما که برای اونها کمک بکنیم. اینطور نیست که هر کسی کافر بود و مشرک بود و شمشیر به دست بگیری و بزنی و ببندی. حق نداره مال کافر رو بخوری، حق نداره مالش رو دست دراز بکنی. مالش، جانش، ناموسش در امان است تا وقتی که خودش به مال و جان و ناموس مسلمان ها دست دراز نکرده باشه. اما آن کسانی که از کفار بر علیه مسلمان ها وارد جنگ شدن و دست دراز کردن به مال و جان و ناموس مسلمان ها، اینها دیگه خودشون مقصرن. انما ینهاکم الله، الله تعالی شما رو نهی میکند، عن الذین قاتلوکم، از اون کسانی که با شما جنگیده اند در دین، فی الدین، قاتلوکم فی الدین، به خاطر مسلمان بودن با شما جنگیدن، به خاطر مؤمن بودن با شما جنگیدن، با شما جنگ کردن، کشور شما رو اشغال کردن، به شما ظلم کردن، به شما ستم کردن، با شما از در دشمنی در آمدن و اخرجوکم من دیارکم، شما را از خانه هایتون بیرون راندن، شما را از شهر و دیارتون آواره کردن، شما را مهاجر شرق و غرب دنیا کردن و ظاهروا علی اخراجکم، یا اون کسانی که با اینها همکار شدن بر اخراج شما، منافق صفتانی که با اینها همکار شدن، با این کفار و مشرکین برای اخراج مؤمنین، برای ظلم و ستم به مسلمانان و با اونها همکار شدن و یار و یاور اونها گشتن، اینها الله تعالی انما ینهاکم ان تولوهم، ابتدا فرمود شما رو نهی میکنه که چی؟ ان تولوهم، در پایان فرمود که اینها رو به دوستی بگیرید. با اینها نباید دوستی کنید، با اینها نباید دوستی کنید. اینها جنگ است، اینها دشمنن، اینها لیاقت این رو ندارن، چون اینها از کوره به در رفتن، اینها حدود انسانیت رو هم زیر پا گذاشتن، اینها ظالمن، اینها فاسقن، اینها فاجرن، اینها متجاوزن. اینها رو باید الله متعال میفهمد به دوستی نگیرید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اگر کسی از شما با اینها دوستی کرد او انسان ظالمی است مثل خود اینها، چون اینها ظالمن. اگر از شما کسی اینها رو به دوستی گرفت و با آنها محبت کرد، اون هم ظالمی است مثل اینها، چون اینها انسان‌های ظالمی هستند. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، اینها انسان‌های ظالمی هستند. گروه اول رو هم الله متعال فرمود که اونها رو میتونید برای خوبی و رفتار کنید باش. محبت این نیاز نیست که محبت قلبی اونها رو داشته باشید، اما اینها رو باید بغضشون در دل باشه و اینها دیگه باشون تعامل فرق میکنه، چون اینها خودشون نخواستن که تعامل حسنه و نیکویی که اسلام با سایر کفار و مشرکین داشت که جنگ نمیکردن با مسلمان ها، دست دراز نمیکردن به جان و مال و آبروی مسلمان ها، اینها نخواستن که تعامل با اونها بشه، اینو دست دراز کردن. تا وقتی کسی دست دراز نکنه به مال و جان و ناموس اسلام و مسلمان ها، اسلام هم به او احترام میگذاره، احترام انسانیت رو، رفتار حسنه به او داره. وقتی که خودش دست برد، اون موقع دیگه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی که به شما تعدی کرد و دست دراز کرد و تجاوز کرد، نتیجهش اینه که همون تعدی و همون تجاوز به صورت خودش هم صورت خواهد گرفت در روبروی او و در صورت او به او تعدی خواهد شد و دفاع میکنه انسان و مسلمان از خودش. این معنی نیست که همه اونها، هر کسی که در جنگ با ما داخل شده جنگ است. ما دفاع میکنیم از خودمون، نه ظالم خواهیم بود و نه اجازه میدیم که مظلوم باقی بمانیم. به کسی ظلم نمیکنیم و ظلم رو هم از کسی نمیپذیریم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا جاءکم المؤمنات، اگر زنهای مؤمنی آمدن پیش شما، مهاجرات، هجرت کردن از سرزمین کفر به سرزمین اسلام، از پیش همسر قبلی خودشون، همسری داشته مسلمان شدن و مسلمان شده و نمیخواد زندگی بکنه با همسرش و خارج شده از اون فضای کفر و الان میخواد بره به جایی که مسلمان ها هستن، نه به خاطر اینکه همسرش با او بد بوده، به خاطر مشکلی که با شخصی با همسرش داشته باشه، و نه به خاطر اینکه در اون کشوری که رفته محل مسلمان ها به خاطر هدف دنیوی رفته باشه و یا مردی اونجا هست که عاشق اون مرد شده باشه بخواد با اون ازدواج بکنه، فقط و فقط به خاطر الله متعال و رضایت الله متعال و عبادت الله متعال حرکت کرده. فامتحنوهن، از اینو امتحان بگیرید، از اینو امتحان بگیرید و بپرسید واقعا که این ایمانش به خاطر چیست،
امتحان میگرفت در رسول الله علیه السلام وقتی که اگر زنی از مسلمانان زنی مسلمان میشد در مکه و می آمد به سمت مدینه، الله تعالی از او امتحان میگرفت رسول الله علیه السلام و تا مشخص بشه که واقعا مؤمن هست یا نه. میپرسیدن به خاطر چی آمدی؟ چرا آمدی؟ اینجا چه نیتی داری؟ هدفی داری؟ کاری داری؟ گفت نه، فقط به خاطر الله و رسولش هجرت کردم و این امتحانش بود. الله اعلم به ایمانهن، الله به ایمان اونها و ایمانش و آنچه که در قلب اونهاست و قسمی که میخورن، ایمانش قسمی که قسم میخورد که من به خاطر الله و رسولش هجرت کردم، الله به ایمانش و قسمش آگاه تر است. شما ظاهر قضیه رو نگاه کنید، از باطنش الله تعالی خبر داره، شما ظاهر رو ببینید و بپذیرید. فإن علمتموهن مؤمنات، اگر اونها رو مؤمن یافتید، فلا ترجعوهن الی الکفار، اونها رو به سوی کفار باز نگردانید، ولو اینکه شوهرش در اون طرف هست. زن مسلمانی که هجرت کرده به خاطر دینش پیش از شوهر کافرش بازگردانده نمی شود. لهن حل لهم ولا هم یحلون لهن ولا هم یحلون لهن. لهن حل لهم، نه این زنها برای آن مردها حلالن، ولا هم، و نه آن مردهای کافر، نه این زن مسلمان برای آن مرد کافر جایز است و نه آن زن مرد کافر برای این زن مسلمان. اینها دیگه ارتباطشون قطع میشه. یکی از مواردی که سبب طلاق در اسلام میشه تفاوت ادیان است. زنی مسلمان شد دیگه نباید با شوهر کافر خودش زندگی بکنه مگر اینکه او هم مسلمان بشه. این حکایت هنوز هم ادامه داره. خواهر مسلمانی که تازه مسلمان است اگر شوهرش کافر بوده تا امروز الان مسلمان میشه، دیگه باید شوهرش رو پیشنهاد بکنه مسلمان بشه و اگه مسلمان نشد حق ادامه زندگی با او رو ندارد، چون زن مسلمان، دختر مسلمان با هیچ کافری نباید ازدواج بکنه. دختر مسلمان با هیچ کافری ازدواج نمیکنه. فین لهن حل لهم ولا هم یحلون لهن و آتوهم ما انفقوا. اما این زن مسلمانی که آمد، اون مهریه ای رو که آن شوهر کافرش بهش داده بود بهش پس بدید تا ضررش دوتا نشه. همین که شوهرش زنش ول کرده او رو، برای او کافی است و دیگه مهریه رو بهش پس بدید. الله متعال امر میفرماد به عدالت. عدالت حکم میکنه که مهریه اون رو بهش پس بدیم. به هر حال این در انتخاب دینش اختیار داشته، دین خودش رو انتخاب کرده و دینش دیگه اجازه نمیده که اون با او زندگی بکنه و اختیار دارد، اما اون هزینه کرده، هزینه او به او پس داده میشه. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. باید مهریه اون مرد رو مسلمان ها بپردازن، زنی که پیش اونها آمده، و ملامتی بر شما مسلمان ها نیست اگر با این زن بخواید ازدواج بکنید بعد از عده او، به شرط اینکه مهرش رو هم بپردازید. مهر جدید برای این زنی که تازه مسلمان شده. اگر مردی بخواد با این زن ازدواج بکنه، اولا باید شوهر آنچه که شوهر قبلیش خرج کرده بهش بده و در ثانی مهر جدیدی برای شوهر برای این زن انتخاب بکنه و نگه که خب مهر تو همونی بود که من دادم به شوهر قبلی که داشتی. نه، مهرش پرداخت میشه و اون هزینه‌ای که شوهر قبلی خرج کرده بهش داده میشه و شوهر جدید هم باید مهرش رو پرداخت بکنه. ولا تمسکوا بعصام الکوافر. اگه زن مسلمانی آمد حکمش گذشت، حالا اگر زن کافر بود، ولا تمسکوا، نگه ندارید. امساک یعنی نگه داشتن. عصام جمع اسم است، یعنی نکاح اینجا مراد از عقد و نکاح است. کوافر جمع کافره هست، یعنی زنهای کافر. زنی کافر است، مردی مسلمان شد، زنش هنوز کافر است. الان دیگه این پیمان به هم میخوره و این زن دیگه جدا میشه. این مرد نباید این زن رو پیش خودش نگه داره. ولا تمسکوا بعصام الکوافر. زنهای کافری که هنوز مسلمان نشدن رو هم پیش خودتون نگه ندارید. بخش اول آیه درباره مسلمان شدن زن بود، بخش دوم درباره مسلمان شدن مرد هست. ولا تمسکوا، شما مردهایی که مسلمان شدید زنهای کافره رو در عقد خود نگه ندارید اگر ایمان نیاوردن. واسالوا ما انفقتم، الا مگر اینکه اون زن اهل کتاب بوده باشه. اگر اون زن اهل کتاب بوده باشه اونجا فرق میکنه، چون استثناء است. زن اهل کتاب میتونه، زن دختر اهل کتاب و زن اهل کتاب، یک مسیحی و یهودی، زن مسیحی و یهودی میتونه با یک مرد مسلمان زندگی بکنه.
مرد مسلمان میتونه یک زن یهودی و مسلمان، یک زن یهودی و یا نصرانی داشته باشه، به شرطی که از همون اول یهودی و مسیحی بوده باشه. اما اگر زنی مسلمانی یهودی و مسیحی بشه، چون مرتد شده دیگه نمیتونه در عقد یک مسلمان قرار بگیره و بخش اول آیه درباره این بخش درباره اون حکم میکنه. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، بعد دیگه زنهای کافره رو نباید در عقد خود نگه داره. واسألوا ما انفقتم، و آنچه که شما دادید اگر زن کافر شد، آنچه که شما بهش داده بودید پس بگیرید. ولیسألوا ما انفقوا، اونها هم میتونن که اگر نقطه مقابلش اتفاق افتاد، اونها هم میتونن که انفاق رو اون موقع طلب بکنن. اونها هم میتونن طلب بکنن خرجهایی رو که کردن، شما خرجی رو که کردید طلب بکنید، اونها هم خرجی رو که کردن طلب بکنن تا دو طرف بی حساب بشن. ذالکم حکم الله یحکم بینکم، این حکم الله تعالی است که بین شما حکم میفرماید. والله علیم حکیم، و الله متعال علیم است و حکمت داره، هم علم داره و هم حکمت داره. و کسی که عالم است و حکیم است یقینا در حکم خود اشتباه نخواهد کرد و این بهترین و عادلانه ترین و منصفانه ترین حکمی است که برای شما صادر شده است. و این فاتکم شیء من ازواجکم، اگر فوت شد چیزی از همسرانتون، همسری که کافر شد و رفت، مهری داشت، زندگی خرجی براش کرده بودید، الان رفته، الی الکفار، به سمت کفار رفته، کافر شده و رفته، فعاقبتم، و شما طلب کردید و ندادن به شما مالی رو که خرج کرده بودید، فعاقبتم، جنگی شد، در این جنگ غنیمتی به دست گرفتید، معاقبه شدن اونها و به سزای اعمالشون رسیدن و غنیمت ها به دست آوردید، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، پس بدهید به اون کسانی که زنهای اونها رفتن به پیش کفار، مثل ما انفقوا، اون پولی رو که خرج کرده بودن برای زنشون، اگر زنی مرتد شد و رفت و از خانواده او خواستن و نداد و در جنگ شد، بیت المال مسلمین پرداخت میکنه هزینه رو که این مرد برای اون زن خرج کرده است. و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، و بترسید از اللهی که به او ایمان آورده اید. الله متعال در پایان سوره مبارکه ممتحنه درباره بیعت با زنانی که در فتح مکه با رسول الله علیه السلام بیعت کردن صحبت می‌فرماید و این بیعت خطاب به کل امت اسلامی است. هر زن مسلمانی باید این مفهوم رو در ذهن داشته باشه و این اصول رو دقت بکنه و بلکه هر مرد مسلمانی. و این پیمان از زنها بعد از فتح مکه گرفته شد، مسلمانان، زنان صحابه، و محتوای همین پیمان از مردها در ابتدای بیعت عقبه اول، وقتی که اولین گروه مسلمانان مدینه به منا رفتن و با رسول الله علیه السلام 12 نفر ملاقات کردن، آنجا بیعت بستن، بیعتی که همون مفادش اینجا برای خانم‌ها تکرار شد. آنجا رسول الله علیه السلام با مردها دست داد، اما اینجا با زنها مصافحه و دست داشتن نداشتن و بلکه فقط سخن گفتن و از اونها عهد و پیمان لفظی گرفتن. یا ایها النبی، ای پیامبر من، اذا جاءک المؤمنات، وقتی زنان مؤمنی که به تو ایمان آوردن آمدن، یبایعنک، با تو بیعت میکنن، علی، با تو بر این اصول بیعت بکنن که علی ان یشرکن بالله، اولین اصل این است که مشرک نباشن. مهمترین چیز چرا که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، الله متعال هرگز شرک رو نمیبخشه و غیر از شرک هر چیز دیگری باشه او رو مشیئتش اجازه بده بدون توبه در قیامت بخشیده خواهد شد. شرک رو هرگز بدون توبه نمیبخشه، اما گناهان دیگر رو غیر از شرک و کفر در روز قیامت احتمال بخشیده شدنش هست اگر کسی حتی توبه هم نکرده باشه. ولا یسرقن، یک شرک نکنن، ولا یسرقن، دزدی نکنن. دزدی در هنگامی که این پیمان رو رسول الله علیه السلام از آنها میگرفت، زنی از صحابه فرمود که همسر من خسیس است، آیا من میتونم برای خرج خانه دست در جیبش بکنم و به اندازه خرج خودم و فرزندان بردارم؟ فرمودن اشکالی ندارد و این دزدی حساب نمیشه. ولا یسرقن، دزدی نکنه. ولا یزنین، و زنا نکند، زن زنا نکند. ولا یقتلن اولادهن، و فرزندان خود رو نکشند. کشتن فرزند این گونه نیست که چاقو برداره بچه رو بکشه، همین سخت جنین خودش کشتن بچه است. این کسی که فرزنددار نمیشه از ترس فقر، این کشتن بچه است. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. الله تعالی در دو آیه میفرماند از ترس فقر و به خاطر فقر فرزندانتون رو نکشید. یعنی اینکه کسی میگه آقا ما بچه دار نمیشیم، خرجش از کجا در بیاریم؟ برو بابا گرون شده، دلار اینقدر بالا رفته و اینها هم در حکم این آیه داخلن. کسی که منع میکنه بچه دار شدنش رو
به خاطر ترس از فقر در حکم این آیه داخل است. و کسی که سخت میکنه بچه رو در ابتدا بدون عذر شرعی نمیخواد، اینها همه داخلن در این موضوع. ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان، و تهمتی رو نیاره و نبنده یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بین دست‌ها و پاهای خودشون، و این رو نسبت نده به شوهرش. یعنی اینکه بچه‌ای رو از سر راه بیاره، بچه دیگری رو نسبت بده به شوهرش، گویی که این بچه‌ایه که در شکم بین جلوی دست‌های خودش این رو بزرگ کرده و از بین پاهای خودش خارج کرده. این خاطر فرمود لا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، تهمت نزنه که بچه کسی دیگری رو نسبت نده به پسرش. بعضی وقتا عادت داشتن برخی میرفتن بچه دیگری رو میآوردن میگفتن این بچه توئه، به شوهرشون میگفتن این بچه توئه. بچه رفت، شوهر سفر رفت و وقتی برمیگشت میگفت این بچه تو بوده به دنیا آمده. یا دختر پسر عوض میکردن، این دخترش رو به اون میدادن، پسرش رو به این میگفتن پسر بود بچه، دختر به دنیا آمد. اون موقع که آزمایش‌ها و این مسائل هم نبود. الله تعالی این رو من فرمود که بچه‌های غیر خودتون رو به فرض به شوهراتون نسبت ندید. ولا یعصینک فی معروف، و در هیچ معروفی از تو ای پیامبر من سرپیچی نکنن از دستور تو. ولا یعصینک، سرپیچی نکنن از دستور تو، فی معروف، در کار معروف. این نکته اینجا اشاره میشه که مگر آیا رسول الله علیه السلام به منکر هم نهی میکرد که فرمود الله متعال در معروف است تو اطاعت نافرمانی نکنن؟ هر اون چه الله تعالی میفرمود رسول الله علیه السلام فرموده بود معروف بود. این آیه اشاره به این داره که لا یعصینک، از تو نافرمانی نکنن، فی معروف. قید فی معروف به این معناست که اطاعت فقط در معروف است. اطاعت از مخلوقات، فرمان برداری از مخلوق فقط در کار معروف است. در کار گناه از هیچ کسی نباید اطاعت کرد، حتی اگر اون شخص رسول الله علیه السلام باشه. این یک فرض محال است. رسول الله هیچ وقت این کارو نمی‌کرد که به بد توصیه بکنه و امر بکنه، اما در بدی هیچ وقت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در هیچ وقت در آنچه گناه است از هیچ بنده‌ای نباید اطاعت کرد، ولو هر کی میخواد باشه. حتی رسول الله علیه السلام به فرض محال اگر گناهی رو عمل میکرد کسی نباید اطاعت میکرد. ولا یعصینک فی معروف، از تو سرپیچی نکنن در معروف. رسول الله که بعد نمیگفت که سرپیچی بکنن در معروف، به خاطر این تاکید میشه تا تاکید بر این باشه که همیشه باید زن باید فقط تابع معروف باشه. این که زن بگه من لباسم این مدلیه، نمیدونم شوهرم نمیذاره حجاب بکنم، نمیدونم شوهرم نمیخواد فلان بکنم، شوهرم چی میخواد، این دلیل نمیشه و حجت نمیشه. حتی اگر رسول الله باشه الله تعالی فرمود ولا یعصینک فی معروف، فقط در معروف نباید از تو نافرمانی بکنه، در غیر معروف نافرمانی جایز است. خواهری توجیه نداره بگه من شوهرم منو مجبور کرده این کارو بکنم، این لباسو بپوشم، این کارو بکنم، فلان جا تو عروسی با مرد و زن دست بدم، عروسیای مختلط زن و مرد بگیم و برقصیم، نمیدونم پسر خاله‌هاش پسر عموهاش میاره میگه دست بده باشون لبوسی بکن. اینو هیچ توجیهی نداره. هر چقدر که شوهر تو بد باشه، بدتر از فرعون همسر آسیه نیست. زن فرعون اون چه کرد؟ تحمل کرد و کشته شد حتی، اما به مقامی رسید که بالاترین بانوی تاریخ بشر شد. در گناه از هیچ کسی اطاعت نکن، حتی رسولت. فرض محال است، این اتفاق نمی افتاد، ولی حتی ایشون. به این معنی که هیچ کسی در گناه هیچ توجیهی نداری. هیچ کسی نمیتونه تو رو امر به گناه بکنه و بگه فلانی گفت. توجیه پذیر نیست این کارت. توجیه پذیر نیست، نپذیر، از هیچ کسی نپذیر. فبایعهن، اگر اینها اومدن بر این چیزا با تو بیعت کنن، با اونها بیعت کن. و استغفر لهن الله، و برای اونها از الله تعالی استغفار بخواه. الله تعالی برای اونها فرمود، امر کرد برای این زنهایی که با تو بیعت میکنند، که یکی از اینها هند زن ابو سفیان در این حلق جمع بود، زنان صحابه، برای اینها استغفار بکن. امر کرد الله متعال و رسول الله استغفار کرده. حتما مگه میشه دستور الله رو انجام نده؟ و میشه الله تعالی به رسولش بگه استغفار بکن و رسول الله استغفار بکنه و الله تعالی قبول نکنه و نبخشه اونها رو؟ الله فرمود اینها رو بگو ببخشین. یکیشون هنده، حضرت هند صحابیه زن ابو سفیان رضی الله عنهما. الله تعالی فرمود استغفار کن براش. استغفار کرد، بگه استغفار بکن و رسولش استغفار بکنه و قبول نکنه نبخشه. طبق این آیه الله تعالی این زنهایی که با رسول الله بیعت کردن، زنان صحابه، همه اونها رو بخشید و مرحمت کرد و رحمت کرد و زنان صحابه همه بخشیده شدند
و امهات المؤمنین همه بخشیده شدن. الله تعالی میفرماد براشون دعا کن، استغفار کن و رسول الله دعا میکنه و الله قبول نکنه امکان نداره. ان الله غفور رحیم، الله تعالی بسیار بخشنده است و بسیار مهربان است و میبخشه. همه صحابه رو بخشید، همه زنانشون و همه مردانشون، و ما تو رو هم میبخشه اگر راه اونها رو پیش بریم و الله تعالی رو بخواهیم و بخواهیم. یا ایها الذین آمنو، دوباره تاکید میشه مفهوم اولیه سوره، لا تتولوا، به دوستی نگیرید، قوما غضب الله علیهم، گروهی رو که الله تعالی بر اونها غضب کرده، دشمنان الله تعالی، غیر موحدین رو، همه اینها داخلن. قد یئسوا من الاخره، گروهی که ناامیدن از آخرت. کسی که از آخرت ناامید است به چه امیدی باش دوستی میکنه؟ دوستی با کسی که امید به آخرت نداره. کسی که امید به آخرت نداره چه اعتمادی به این هست؟ این دیگه چرا زنده است؟ کسی که آخرت بهشت و جهنمی رو اعتقاد نداره، نه اخلاقش قابل ضمانته، نه رفتارش قابل ضمانته، هیچ چیزی این قابل ضمانت نیست. چطور میتونی به اعتماد بهش بکنی؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، همون گونه که ناامید شدن کفاری که در قبرها هستن، اونها هم همینجوری بودن. سرنوشتشون چی شد؟ چه کردن برای خودشون و برای اطرافیانشون که باز اینهایی که زنده هستن از کفارشون بکنن. تا وقتی کافر است بهش اعتماد نکن، با او دوستی نکن، چون اعتقادی به آخرت نداره، خطرناک است. نه به تو رحم میکنه، نه به خانواده تو، نه به نابوس تو قابل اعتماد نیست. همون گونه که قبل از اینها که رفتن قابل اعتماد نبودن و اینها را هم بهشون اعتماد نکن. با کافر دوستی نکن. دوستی تو کسانی هستند که الله و رسول رو قبول دارن و نماز میخوانند و روزه میگیرن و عبادت انجام میدهند. امیدواریم که الله متعال ما و شما را از جمله این افراد بگرداند که دوستی های ما فقط به خاطر الله باشد و دشمنی های ما به خاطر الله، که این بالاترین درجه ایمان است. الحب لله و البغض لله. همه شما عزیزان را فقط به خاطر الله تعالی دوست دارم. ان شاء الله که شما هم ما رو دوست داشته باشید. منظور خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني